I'm a founder of a 31 years old. سلام به همه. من حسینا کاروی هستم. من مؤسس یک سازمان غیرانتفاعی با 31 سال سابقه فعالیت به نام شبکه سازمان مردم نهاد ایمپالس هستم. این مؤسسه در هند مستقر است. ایمپالس در جنوب شرقی آسیا فعالیت می کند. این مؤسسه در زمینه مهاجرت ناایمن و معضلات قاچاق انسان بین مرزی بر اساس شیوهی که 25 سال پیش از طریق یک خلاقیت مبتنی بر نیازها به نام مدل ایمپالس شکل گرفته فعالیت می کند. مدل ایمپالس بر 12 پایه استوار است. P6 و R6. P6 مجموعه از نهادها و سازمانهای خصوصی و عمومی هستند که رهبری جمعی را از طریق یک پلتفرم ایجاد می کنند که این نهادها و برنامه‌ها شامل این موارد است: پارتنرشیپ یا همکاری، پریونشن یا پیشگیری، پروتکشن یا حفاظت، پالیسینگ یا حراست پلیس، پرس یا رسانه، پروسیکیوشن یا پیگرد قانونی. R6 اقداماتی هستند که توسط رهبری جمعی و خدمات دهندگان برای تأمین سیستم حمایت یکپارچه و فراگیر انجام می شوند. ریپورت یا گزارش دادن، رسکیو یا نجات دادن، ریهابیلیتیشن یا توانبخشی، ریپاترییشن یا بازگرداندن، رینتگریشن یا ادغام و سازگاری مجدد، رستیتیوشن یا جبران خسارت. من همچنین سازمان کسب و کار تأثیر اجتماعی ایمپالس سوشال انترپرایزز را 14 سال پیش تأسیس کردم. این سازمان تحول نوآورانه دیگری از مدل پیشگیری ایمپالس است که به موضوعاتی مانند مهاجرت ناامن، سیستم حمایت از کارآفرینی اقتصادی برای زنان در شرق هیمالیا و کمک به آنها برای تاب‌آوری بازار سنتی، حراست از هنرها و صنایع سنتی و مشارکت زنان در رهبری جمعی برای ایجاد اکوسیستم می‌پردازد. ما در این بخش با بیش از 7000 هنرمند و صنعتگر و کارآفرین از طریق برندی به نام ایمپالس امپاور همکاری می‌کنیم. صحبت‌های امروز من بر مبنای مسیر 31 ساله فعالیت‌هایم به عنوان یک کارآفرین اجتماعی و کارآفرین تأثیر اجتماعی است. در این مسیر من از نوآوری به عنوان راهی به سوی پیشرفت و راهکاری برای ارتباط با زنان کارآفرین در سراسر جهان استفاده می‌کنم. شناخت و تجربیات من نشان می‌دهد که هر زنی ذاتاً کارآفرین است. من معتقدم نوآوری عملی است که می‌توان آن را با استفاده از اکوسیستمی متشکل از کارآفرینانی که زیر یک چتر گرد هم آمدند تا ایده هایشان را به اشتراک بگذارند، راهکارهای جدید پیدا کنند و نوآوری و توسعه اکوسیستم را تمرین کنند، گسترش داد. ایجاد و توسعه فضایی برای نوآوری اهمیت زیادی دارد. در این فضا کارآفرینان گرد هم می‌آیند، منیت خود را کنار می‌گذارند و نوآوری که از یک بستر فرهنگی هویت می‌گیرد را گسترش می‌دهند. این بستر اقتصادی توسط خود زنان ایجاد می‌شود. ایجاد راهبردهای نوآوری به گونه‌ای که نوآوران با مهارت‌های متفاوت در کنار هم قرار بگیرند به تقویت اکوسیستم کمک می‌کند. پیش از آن که به چگونگی نوآوری به عنوان یک کارآفرین بپردازیم، مهم است که بفهمیم چگونه یک اکوسیستم نوآوری می‌تواند در برقراری عدالت اجتماعی اقتصادی زنان مؤثر باشد
و توانایی کارآفرینی را برای زنان فراهم کنند. در این فرایند شناسایی معضلات اهمیت زیادی دارد. فهم چگونگی و چرایی این مسئله که به واقع در زمینه موضوع مورد نظر چه اتفاقی می‌افتد در فرایند شناسایی معضلات مهم است. ما به شناخت و ترسیم سازی از نظر فنی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، بازار و مالی و منابع مختلف برای توسعه فضای نوآوری برای کارآفرینان نیاز داریم. همچنین برای ما ایجاد مسیری برای پیشبرد نیازهای مورد نظر اکوسیستم، چگونگی توسعه آن و توسعه شبکه کارآفرینی با هدف تبادل سیستم‌های حمایتی مهم است. نکته مهم دیگر در این زمینه این است که بدانیم تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که مفاهیم متعددی نهادینه شوند، مانند درک معضلات، شناسایی راهکارها، شناخت نیازها و چگونگی تعیین استراتژی به گونه‌ای که اکوسیستم با استفاده از سیاست‌های مناسب برای پرداختن به چالش در مقابل توسعه منابع مختلف پیشرفت کند. فهم و شناخت دیدگاه افراد و چگونگی برداشت و نظر آنها در ترسیم سازی اهمیت دارد. اینکه آنها به چه شیوه‌ای اعتقاد دارند و چگونه آن را عملی می‌کنند مهم است. سوالی که باید بپرسیم این است که چگونه افراد می‌توانند با یکدیگر رشد کنند و توانایی خود را ارتقا دهند. فهم و شناخت دیدگاه افراد و چگونگی برداشت و نظر آنها در ترسیم سازی اهمیت دارد. اینکه آنها به چه شیوه‌ای اعتقاد دارند و چگونه آن را عملی می‌کنند مهم است. سوالی که باید بپرسیم این است که چگونه افراد می‌توانند با یکدیگر رشد کنند و توانایی‌های خود را ارتقا دهند. وقتی درباره ارتقاء توانایی‌ها صحبت می‌کنیم، درباره ارتقاء ذهنیت نیز حرف می‌زنیم. ما در اینجا درباره ذهنیت ثابت صحبت می‌کنیم. اگر یک سیستم ذهنیت ثابت داشته باشد، ایجاد یک ذهنیت رشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. یک ذهنیت ثابت مانع تبادل دانش و مهارت و همراهی در یک اکوسیستم می‌شود. در ذهنیت رشد، آزادی پذیرش آموزه‌های جدید، فرصت‌های جدید و تبادلات جدید و ظرفیت سازی و توسعه و تغییر ارزش‌ها وجود دارد. هر گونه ایجاد تأثیر اجتماعی اقتصادی در یک اکوسیستم باعث می شود تا مجموعه‌ای از ارزش‌ها به خوبی درک شوند که این یک جنبه حیاتی در کارآفرینی است. این یک ذهنیت رشد است. نکته دیگر این است که چه منابعی وجود دارند که در ساخت یک سیستم نوآوری برای کارآفرینان اهمیت دارند. این منابع می توانند بر مبنای توانایی‌های شخصی، فرصت‌های استراتژیک و تلاش برای توسعه فضا تعیین شوند. چیزی که می خواهم در اینجا با شما در میان بگذارم این است که تدبیر یک راه حل اهمیت زیادی در شناخت ما دارد. کارآفرینان باید پیش از گسترش ایده در بخش‌های متفاوت با همکاری هم در تهیه آزمونه‌ها و همچنین توسعه و تغییر ارزش‌ها در فرایند تهیه این آزمونه‌ها به بلوغ برسند. سوال دیگری که به عنوان گروهی از کارآفرینان نوآور باید بپرسیم این است که تیم کارآفرینان نوآور چه اقداماتی برای مناسب کردن فضای نوآوری می توانند انجام دهند تا شبکه‌ای برای تبادل منابع، مهارت‌ها و رهبری ایجاد شود. در این مسیر آنها باید منیت‌ها را کنار بگذارند، ارزش‌ها را تقویت کنند
و پایلوتی که پیش از این مورد آزمون و بررسی قرار گرفته را گسترش دهند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که چه چالش‌هایی باید در هر مرحله و در هنگام توسعه نوآوری یا راهبردی کردن آن مستندسازی شوند. همچنین درک این موضوع که نیاز در هر مرحله چگونه تعریف می شود نیز حائز اهمیت است. نیازها با تجربیات فردی، تبادل مهارت‌های فنی، تبادل اطلاعات، تبادل آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها مرتبط هستند. با این شیوه دیگران می‌توانند مسئله یا مشکل را درک کنند و چگونگی پرداختن به این معضلات را بفهمند و اهمیت پرداختن به این موضوع را درک کنند. من معتقدم که برای حل یک مسئله بلوغ و داشتن ذهنی باز و همچنین مشارکت و تعامل از طریق یک شبکه به کارآفرینان در تغییر ارزش‌ها اهمیت دارد. نکته دیگر در الگوواره یا پارادایم باور همسوسازی انرژی است. برای درک این موضوع باید بدانیم که در یک فضای نوآوری مهارت‌های رهبری متفاوت، مجموعه مهارت‌های متفاوت، منابع مختلف و تجربیات مختلفی وجود دارند. همچنین چگونگی ترسیم‌سازی اینها مهم است. ما باید بدانیم که رهبرانی در بخش‌های مختلفی مثلا در بخش سرمایه‌گذاری، بازاریابی، پژوهش، تجهیز و تسهیل و تبادل دانش وجود دارند. بحث در الگوواره باور این است چگونه می‌توانیم این انرژی را در کنار هم داشته باشیم و با هم همسو کنیم. بنابراین تعمیق آموزش می‌تواند به گسترش بخش‌ها و به توسعه سیستم حمایت در سطح سیاست‌گذاری بیانجامد. موضوع دیگر احیا و بازیابی است. احیا به معنای ایجاد محدودیت و جلوگیری از نابسامانی‌های موجود و ارزش‌گذاری است. شیوهی که می‌توان با کمک آن به بازاریابی دست یافت، احترام به فرهنگ‌ها و فراهم کردن فضای کافی به نوآوران و کارآفرینان است. هر زمانی که این اقدامات را انجام می‌دهیم، باید معضلات را در تمام سطوح شناسایی کنیم. اما راه حل‌ها می‌توانند از طریق اکوسیستم محلی اعمال شوند. مسئله مهم این است که چگونه راه حلی تدبیر کنیم. این باید با آگاهی بخشی ایجاد شود. بلوغ نوآورانه این است که بفهمیم در واقعیت و در عمل چه کاری میتوان انجام داد و اگر رویه‌هایی در این زمینه به درستی عمل میکنند چگونه میتوان آنها را با مشارکت سیاست‌ها و تغییر سیستم درونی کرد و رشد و توسعه داد و در نهایت اینکه چگونه میتوان آنها را اجرایی کرد. اقدامات ما باید در این زمینه فیزیکی و ساختاری باشند. ما باید توانمندسازی سیستم، تقویت نیازها و بازنگری در همه سطوح را تبیین کنیم. برای اینکه در مسیر پیشرفت قرار بگیریم، ما باید درک کنیم که بسیاری از کارآفرینان در سراسر جهان در بسیاری از بخش‌هایی که مشارکت اتفاق می‌افتد با بسیاری از این موارد و مسائل مواجه هستند. اما کارآفرینان از طریق سیستم‌های فضای نوآوری که امکان تبادل ایده‌ها، نیازها و منابع، گرد هم آوردن نیازهای فرهنگی و اقتصادی، مشارکت اجتماعی را فراهم می‌آورند و به دنبال شناسایی و راه حل جمعی مسائل نیستند. همچنین
نکته بعدی ضرورت تمرکز روی این مسئله است که زنان می توانند این توسعه را در سطح سیاست‌ها نیز انجام دهند و منابع مورد نیاز را تأمین کنند. نکته مهم دیگری که باید در زمینه کارآفرینی به آن دقت کنیم، اهمیت تاب‌آوری است. تاب‌آوری بخش مهمی است که باید در هر مرحله از اکوسیستم ایجاد شود، زیرا هیچ چیز نمیتواند یک شبه اتفاق بیفتد. مورد دیگر داشتن رویکردی محلی است. ما باید شبکه، زنجیره بازار و مجموعه ای از مهارت‌ها را در سطح محلی تقویت کنیم. این برای مشارکت در سطوح پایینی اکوسیستم اهمیت دارد و برای تقویت در مقیاس بزرگ ضروری است. همچنین سطح میانی نیز اهمیت فراوانی دارد. کسانی که این تغییرات را ایجاد می کنند می توانند سفیران کارآفرینی شوند. آنها می توانند کارآفرینان دیگر را همراه کنند تا منابع را به اشتراک بگذارند، تا رویه‌ها اخلاقی تر باشند، مشارکت‌ها بیشتر شوند و چتری برای اکوسیستم‌های مختلف، چه در کسب و کار تولید، چه در کسب و کار خدمات و چه در کسب و کار خانگی زنان باشند. این بسیار مهم است، زیرا ترسیم سازی در اینجا اهمیت دارد. همچنین زنان باید بتوانند خود را در قالب یک الگو ببینند. آنها این نکته را درک می کنند که نیازهای اقتصادی می تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد. زنان آینده معیشت اقتصادی را فقط یک سیستم حمایتی نمی دانند، بلکه آن را یک کارآفرینی می دانند و می توانند در آن مشارکتی عمیق‌تر و جدی‌تر داشته باشند. تجربه من نشان می دهد که در این اکوسیستم به عنوان مثال کار از خانه برای بسیاری از زنانی که می خواهند از خانه کار کنند ممکن است. زنان می توانند زنجیره‌ای از ارزش‌ها داشته باشند. این زنجیره ارزش‌ها را فضای نوآوری برای آنها فراهم می کند. اما این فقط زمانی ممکن است که مشارکت جمعی وجود داشته باشد. بدون مشارکت جمعی، بدون تاب‌آوری و بدون کنار گذاشتن منیت‌ها، چالش‌های زیادی پیش رو خواهد بود. در این حال، ظرفیت سازی به شکل ساختاری آموزش را تقویت می‌کند تا تغییرات گسترده تری ایجاد شود. ظرفیت سازی ساختاری باعث می شود تغییرات محدود به تعداد خاصی از افراد نباشد. همچنین فضای نوآوری باید یک قطب باشد. فضای نوآوری باید یک قطب برای یادگیری، یافتن راه حل و مکانی برای اشتراک گذاشتن اطلاعات باشد. چنین فضایی را می توان با اعمال سیاست‌های الزام‌آور توسعه داد. با توجه به این مسائل، من امیدوارم این آموزش‌ها و مشارکت بیشتر و دقیق‌تر شما بخشی از زندگی روزمره‌تان شود. هدف این است که زنان کارآفرین در تلاش برای ارزشمندسازی خود و کسب جایگاه خود مشارکت بیشتری داشته باشند. قدم‌های کوچکی که می توانید بردارید، توانمندسازی خودتان به چالش کشیدن خود و دادن فضای مناسب به خود است. دستیابی به اکوسیستم مورد نظر اولین قدم برای مشارکت زنان و گرد هم آمدن آنهاست. اگر شما از نظر اقتصادی قدرت داشته باشید، می توانید عدالت اجتماعی را برقرار کنید. Sound. And if women are economically sound, you bring social justice in order.